شما 100% میدونی عشق چیه. اولین باری که با صدای استاد شجریان آشنا شدم شاید سال 72 یا 73 بوده و این یک میراث خیلی خیلی زیباییه که از پدرم به یادگاری دارم. مرا چشمی خون افشان ز دست آن کمان جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن. یادمه که زمانی که از مدرسه تعطیل می شدم وقتی می اومدم منتظر می موندم که بابام بیاد. بابام این آلبوم آستان جانان رو داشته با سنتور نوازی مرحوم پرویز مشکاتیان بوده. نوار کاستشو میذاشت و ما با هم دیگه گوش میکردیم و هر روز این کارمون تکرار داشت، هر روز مکرر گوش میکردیم و هیچ وقت سیر نمیشدیم. زمانی که استاد شجریان رو شناختم در اصل حضرت حافظ رو شناختم، حضرت سعدی رو شناختم، فردوسی رو شناختم. فهمیدم که فردوسی شاهنامه داره. یا مثلا اخوان ثالث من نمیدونستم کیه، من نمیدونستم سیمین بهبهانی کیه. یا مثلا مولانا رو نمیشناختم، اصلا اسم اینا رو من نشنیده بودم. حدود شاید بهتون دروغ نگم نزدیک به 1000 بیت شعر توسط استاد شجریان من حفظ کردم. من تا قبل اینکه استاد شجریان رو بشناسم اصلا یک بیت، یک مصرع بلد نبودم شعر بخونم. حالا یه فریاد ما رو سر براش بخونیم. خواهش خلوت خودم با استاد شجریان همخونی میکردم و این بهم آرامش میداد. حس کردم که به این شخص من بدهکارم، چون کسی که آرامش به من میده من بهش مدیونم و این از کسایی بودی که تو طول زندگی من همیشه باعث آرامش من بوده. صدای استاد شجریان. تصمیم گرفتم به عشق استاد شجریان چیزی حدود 1200 کیلومتر راه باشم بیام، چون خودم رو مدیون این استاد گرانقدر میدونم. دیگه مثل استاد شجریان نمیاد، نخواهد اومد، غیر ممکنه بیاد.
حس میکنم که تا ابد بهش بدهکارم. خیلی خوشبختم که در عصری زندگی کردم تو اون عصر استاد شجریان رو داشتم. از سال 82 شروع شد، از کنسرت همنوا باوم. از اون روز به بعد دیگه نه من تونستم شجریان رو رها کنم و نه صدای شجریان منو رها کرد. و از اون روزه که من هر روز با صدای شجریان زندگی میکنم، تو شادی، تو غم، و در همه حال به من انرژی میده، حالمو خوب میکنه. وقتی شادم حالمو بهتر میکنه، وقتی غمگینم بهم انرژی میده. من تمام آلبومای استاد شجریان رو گوش کردم، همه رو چندین بار، میشه گفت همه شونو من با نوار کاست گوش کردم و با همشون خاطره دارم، با همشون زندگی کردم و همشون جز بهترینان. واقعا نمیشه، مثلا جنس صداش جوریه که هر چی بخونه، حتی یه صحبت معمولیش هم به دل آدم میشینه. من از اهواز اومدم به عشق استاد شجریان. وظیفه خودم میدونستم که بیام اینجا و توی این مراسم باشم. و این شمع هم نظر من بود برای استاد شجریان که مثل یادش که همیشه روشنه، همیشه در دلها هست. این شمع رو به یادش روشن کنیم و دور هم باشیم و مرغ سحری به یادش بخوریم. استاد شجریانی که داغ کنسرتش به دلم موند